وعده الله بزرگ در قرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. همین طور است. این حقیقت است. کی حقیقت را میگوید؟ الله یا توپک؟ استغفرالله برادر، چی گفتنی هستی؟ نه دوستم، راستگو باش. راستگو باش نسبت خود. وقتی خواندن توپک، وقتی زدن بیت هایش تو مینالی از لیریکای او. راستش را بگو، دلت ریش ریش می شود. بله برادر، بله، دیدی چه خیلی میخوند. این رو دیدی، وای رو دیدی، لیکن وقتی الله بگوید گوشهای شما کر می شوند. حیات فرعون را انتخاب کنید، دینتون مثل دین فرعون می شود. توپک چه خیلی مرد، ماشاءالله، چه خیلی مرد. الله تکرار به تکرار نشان داده ایستاده است هر کسی که پیروی به فرعون کردند الله نستشان کرد و نستشان کرد از روی همون چیزهایی که فخر میکردند. مگر الله تکرار به تکرار نیست نکرده ایستاده است؟ ولی ما حالا هم آنها را پیروی میکنیم. چی میفرماید الله بزرگ یگانه؟ هر کسی که از دین من دور میشود، از یاد من دور میشود و از راه من دور میشود، گوش کنید برادران، گوش کنید، این دلیل است. هر کسی که از مذهب الله دور می شود، الله برایش وعده کرده است که او را حیات تلخ و وزنین انتظار است. البته شاید این در چشمان شما درشت و عالی جناب تابد. برادر ماشین او را بین، پولهای وی را بین، این را بین، وی را بین، ولی فکر نکنید که آنها خوشبختند. فکر نکنید که آنها خوشبختند. الله، من تنها چیزی دانسته‌ام را میگویم. بله، از بیرون این خیلی زیبا میتابد، لیکن از درون این جزیر و حرام است. رفته بینید جوانانی که در همین وضعیت به وای رسیدن تا چه اندازه به این قله ها رسیدن میخواهند. بله، این راهی که من به قله‌اش رسیدن میخواهم. میفهمی برادر، این راه انتخاب کرده من است. به همین مقام رسیدن میخواهم. برای چی؟ و شما میدونید که این گناه همه ماست. قسم به الله، حتی من گناهکارم در این کار. میدونید برای چی؟ چون که از راستی قائل میشویم میانه مخصوص برادرای دیندار ما دوست می‌داریم زندگی آنها را، ما تعریف میکنیم این خیل حیات را. ما حتی در مسجدهایمان از حیات پیامبران و صحابگان و بلکه از حیات آنها گپ میزنیم. هنگامی با دوستان بودن، تو فهمیدی، تو دیدی، تو این، تو وای، همیشه درباره‌اشون گپ میزنیم. چی میپوشند، چی میخورند، چی میرونند. لیکن وقتی میبینیم که جوانان ما این کارو میکنند، درام میگویم برادر این کاری خطا است. ما دوست می‌داریم این را، قسم به الله دوست می‌داریم. چون که ما تعریف میکنیم این خیل حیات را و امروز ها ببینید جوانان ما چی کنند، آنها چی داشتن میخواهند. آنها مقام بلند را میخواهند. چرا؟ چون که مقام بلند به آنها احترام میدهد. ماشین با سرعت با چنین مقام همیشه با زنان زیبا میگردند. چنین مقام دیگر و دیگر را میدهد. لیکن شما نمیبینید که چیزی را که او برده ایستاده است. و از همه مهم، ما راه پیامبر صلی الله علیه و سلم را گذاشتیم. زن و عائله های خود را میگذاریم. قسم به الله، حتی مادران و پدران خود را میگذاریم. در هر چپ و راست به همه خیانت میکنیم. به کسانی که قیمت نایابند، به کسانی که در حقیقت در تشویش ما هستند، ما به آنها خیانت میکنیم. ما آنها را یک طرف میگذاریم و در غم حیات کسانی هستیم که قسم به الله حتی فکر شما را نمیکنند.